سلام. این روزها خامنه‌ای اصلاً حال و هوای خوشی نداره و از هر طرف که سرش رو میچرخونه تا هوایی تازه کنه سیگنال‌های خطرناک دریافت میکنه که آینده تیر و تار حکومتش رو جلوی چشمش میارن. منطقه 7 شریعتی. وقتی شما دشمن ملت خودتون هستید ما هم دشمن شماییم. به خاطر خون بچه هایی که در آبان 1500 4000 5000 بچه های مردم رو کشتید خونتون رو میریزیم چون خون بچه های ما رو ریختید. And we will achieve freedom, democracy and human rights value in our country. اینا فقط چند برش کوتاه از چند واقعه بزرگ در ایام اخیره، ولی یک تصویری میده که اون صندلی که خامنه‌ای روش نشسته خیلی باثبات نیست و عنقریبه که شطلق بشه. توی این وضعیت وقتی خامنه‌ای با خودش دو تا چهار تا میکنه میگه حالا که من برای بیرون اومدن از این هچل راهی ندارم حداقل یه ضربه‌ای به آلترناتیوم بزنم و یه جوری توی اذهان از دور خارجش کنم تا ملت مجبور بشن با همین که هست، یعنی به همین حکومت فعلی تن بدن. حالا چه جوری؟ از اونجایی که خامنه‌ای خودش خوب میدونه که اگر خودش یا امام جمعه هاش یا رسانه هاش هر کدومشون مستقیم علیه مجاهدین صحبت کنند خریداری نداره، این خط رو از طریق کی پیش میبره؟ همون تاکتیک همیشگی، به کارگیری خبرنگاران دوست خارجی. یعنی حرفاشو پاس میده به یه خبرنگار خارجی، اون براش بازنشخوار میکنه، بعد میگه دیدید فلان رسانه خارجی هم داره میگه مجاهدین اونجورین. تاکتیکش اینه. مورد اخیرش لویزا هومریش. waren sicher 30-40 Minuten einfach, wo die Handgranaten, Bomben, Panzer, Leuchtraketen, alles einfach auf bzw. neben uns geschmissen haben. جهت یادآوری خانم هومریش همون به اصطلاح خبرنگار آلمانیه که قبلا هم در سال 2019 همین مأموریت رو برای حکومت آخوندی در مجله اشپیگل اجرا کرده بود. سابقه ایشون چیه؟ خانم هومریش از سپتامبر سال 2016 تا ژوئن 2017 در ایران در دانشگاه تهران در زمینه معارف اسلامی و تاریخ و فرهنگ تحصیل کرده. زبان فارسی هم یاد گرفته و در رسانه‌ای که مشغول کاره تحت عنوان کارشناس ایران، البته از مدل عظماپسندش فعالیت میکنه. چرا عظماپسند؟ چون ایشون از هواداران پروپاقرص حفظ حکومت آخوندی و تداوم وضع موجود برای مردم ایران و مماشات دولت‌های غربی با حکومت ولایت فقیه و در تمام نوشتجاتش همین هدف رو دنبال میکنه. به طور مثال همزمان با قیام دی ماه 96 بلافاصله در نقش امدادرسان ولی فقیه ظاهر میشه و با چند مقاله تا میتونه قیام مردم ایران رو مینیمیزه میکنه که یه وقت خدایی نکرده توی غرب کسی فکر نکنه که این رژیم رفتنیه. مثلا اینجا از قول یکی از اعضای انجمن اسلامی اینطور میگه: من فکر میکنم این اعتراضات نتیجه معکوس بده و خروجی خوبی به جز خشونت نخواهد داشت. یعنی اینجوری میخواد تقصیر رو گردن قیام کنندگان بندازه تا دست اون بسیجی هایی رو که خون ملت توی خیابون ریختن بشوره. در پایان هم نتیجه میگیره رژیم خیلی قدرتمنده. محققان تخمین میزنند که تعداد اعضای بسیج بین 4 تا 5 میلیون باشه. آنها طبق فرامین عمل میکنند و هر جا هم که شک داشته باشند تظاهر کنندگان رو سرکوب میکنند. اینجا میخواد به مخاطب غربی این پیام رو بده که یه وقت به ذهنتونم خطور نکنه که این رژیم ممکنه سقوط کنه. با خیال راحت برید دنبال مذاکره و معامله. یا در مقاله دیگه ای که اون رو هم در همون ایام قیام دی 96 منتشر کرده، باز از قول افراد موهومی اینطور می‌نویسه: قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی بهتر از اون چیزیه که حکومت داره ازش استفاده میکنه. اکثریت مردم نگران این هستند که فضای بازی که توسط رئیس جمهور مدره ایجاد شده به مخاطره بیفته.
اینجا منظورش از فضای باز احتمالاً دسته باز به مزدوران انتظامی برای کشتار قیام کننده ها بوده، چون که ما که فضای باز دیگه ای ندیدیم. یا در جای دیگه ای از قول یکی از فرماندهان سرکوبگر انتظامی می‌نویسه فقط 15,000 نفر در قیام دی ماه 96 شرکت داشتند. یعنی این تصاویری که می‌بینید همون 15,000 نفرن که به طور همزمان توی 160 شهر قیام کرده بودن که خیلی سرعت جابجایی بالایی داشتن. شاید هم این که تقسیم شده بودن که یعنی تو هر شهر میشه مثلا 95 نفر که توی تصویرم 95 نفر هستن دیگه، می‌بینیم دیگه این 90 نفر، آره دیگه، ولی جمع همشون با هم فقط 15,000 نفرن. یا جای دیگه توی این مقاله خانم هومریش از قول یک شخص دیگه که از شدت آزادی در ایران داره خفه میشه میگه زندگی تو ایران خیلی خوبه. زندگی در ایران در سالهای گذشته خیلی آزادتر شده است. وقتی ما پارتی میگیریم یا مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی پست میکنیم، مقامات امنیتی دیگر به ما کاری ندارند. پس حتما اینکه تا تعقیب توقی میخوره اینترنتو قطع میکنن کار عمه عظماست ها. مقامات امنیتی که خدای نکرده کاری به این کارا ندارن ها. چند جمله اونورتر هم خیلی واضح و روشن از قول مردم ایران میگه که ما انقلاب نمیخواهیم و فقط چند تا رفرم کوچولو در داخل همین سیستم میخواهیم. یعنی حرف اصلی خانم هومریش همینه که کسی دنبال براندازی نره، بلکه همه با همین رژیم بسازید. و بعد هم به مصداق همون ضرب المثل شاهد روباه و دمش و اینا میره سراغ فؤاد ایزدی و حرفای اون رو رله میکنه. حالا فؤاد ایزدی کیه؟ یه بسیجیه که در نقش کارشناس در تلویزیون حکومتی مدافع سینه‌چاک ولایته، ولی در مقاله خانم هومریش به عنوان یک استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه تهران معرفی میشه و بعد از قول اون اینطور میگه: برای اثبات حرفهایش او پنجره آپارتمان در مرکز شهرش را باز می‌کند و با اشاره به آن میگوید من چیزی اینجا نمی‌بینم، خیابان‌ها خلوت هستند. ایزدی همچنین مدعی است که گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق هستند که اعتراضات را دست گرفتند. آنها توسط دولت‌هایی که با ایران مشکل دارند مثل عربستان و اسرائیل حمایت می‌شوند. بعد از این توضیحات خانم هومریش در انتها رو دست 23 هم بلند میشه و جمهوری آخوندی رو از قول یک کارشناس چنان قدرتمند تصویر میکنه که اگر نمایندگان مجلس همین رژیم هم بخونن شاخ در میارن. واکنش جمهوری اسلامی در قبال ناآرامی‌ها فوق‌العاده خوب است. بی‌دلیل نیست که آنها توانستند از همه بحران‌ها عبور کنند. پس این به اصطلاح کارشناس ایران در کل رزومه کاریش همین چند تا مقاله عظماپسند رو منتشر کرده که تقریبا توی همه مقالاتش هم به نوعی ناامیدی از قیام و اعتراضات رو بازنشر میکنه و اینکه این قیام‌ها بیفایده است و این حرفا. در واقع یک آمن سادات با اتیکت میدین جرمنیه، چون علاوه بر همه اینها یک گزارش مشروع هم از گشت و گذارش با زنان بسیجی در جبهه‌های جنگ ضد میهنی تحت عنوان راهیان نور هم داره. Ich fand das total abgefahren, dass man mit den Basij mitreisen kann und dass sie da anscheinend auch kein Problem mit haben, dass da Ausländerinnen mitreisen. در این گزارش از سفرش با زنان بسیجی که با یک کلیپ هم همراه شده، خانم هومریش تا دلتون بخواد اندرباب امتیازات و مواهب بسیج قلم فرسایی میکنه و از روحیات زنان بسیجی تعریف میکنه که چون این مقاله باب طبع آخوندا بوده، سایت های رژیم هم این مقاله رو چاپ کردند و در اون مثلا میگه که چطور یک زن بسیجی در 13 سالگی به بسیج پیوسته و از قول اون میگه که بسیج جای خیلی خوبی برای فعالیت سالم زنانه. Ich hatte vor der Reise schon die Vorahnung, dass es ziemlich hart werden könnte, dass es im Prinzip 5 Tage sind, in denen man traurige Geschichten über Märtyrer hört, in denen sehr viel geweint wird, in denen es sehr viel um Blut und Tod geht. حالا همین خانم هومریش با این سوابق درخشان ولایی 1 سال بعد از اینکه از سفر راهیان نور به آلمان برمیگرده، اولین مقالش رو علیه مجاهدین اشرف 3 در اشپیگل به چاپ میرسونه. هرچند که به دلیل نشر اکاذیبی که در این مقاله انجام داده بود 2 ماه بعدش در دادگاهی در هامبورگ آلمان محکوم شد و مجبور شد بخش‌هایی از این مقاله رو حذف کنه، ولی این خانوم بعد از 2 سال دوباره سر و کله‌اش پیدا شده و همون دروغ‌های تکراری رو در 2 مقاله دیگه، این بار در روزنامه دی سایت به چاپ رسونده. هرچند که تیتر مقاله‌هاش با هم فرق میکنه، ولی اتهاماتی که به مجاهدین میزنه عین همه.
اصلا بخش‌های زیادی از دروغ‌ها و اتهامات عیناً با همون جمله بندی توی هر سه مقاله تکرار شده. مثلا اینکه مجاهدین تو صحرای نوادای آمریکا آموزش نظامی دیدند، یا اینکه اطلاعات هسته‌ای نتنز و عراق رو اسرائیل داده به مجاهدین. انگار که با همون منطق گوبلز که یک دروغ رو اونقدر تکرار کن تا مردم باورشون بشه، اینم توتیوار همونها رو تکرار میکنه که بله مجاهدین از عربستان آمریکا پول میگیرن، به سیاستمدارا پول میدن، گولشون میزنن، مجاهدین یک سکته بستن. تنها چیزی که هر بار تغییر میکنه برید مزدورایی که رژیم بهش وصل میکنه که دیگه تو این آخری اسمشون هم جرئت نکردن بگن. اینکه این برید مزدورا رو رژیم به این خانم خبرنگار وصل میکنه اصلا موضوع پوشیده‌ای نیست و قبلا هم توسط یکی از کسانی که همین نقش رو بازی کرده افشا شده. تو این کتاب هادی ثانیخانی نوشته که از سفارت به ما گفتن که یه خبرنگار میاد باهاش همکاری کنید و یک سری دروغ رو بهش تحویل بدید. پس حداقل یکی از کسانی که در نوشتن مقاله اول هومریش علیه مجاهدین با اون همکاری کرده اومده گفته که سفارت رژیم ایران به ما گفت برید پیش این خبرنگار. ولی خانم هومریش تا به حال هیچ وقت این سوال رو پاسخ نداده که چطور این برید مزدورها رو پیدا کرده. حالا جرم مجاهدین چیه که این خانم به اصطلاح خبرنگار مأمور شده که بهشون حمله کنه؟ در همون ابتدای مقالش نوشته مجاهدین یک تشکیلاتی هستند که میخوان حکومت آخوندی رو در میهنشون سرنگون کنن. این بالاترین جرم ممکن در منطقه آخوندیه. هم رفتی تشکیلات درست کردی، هم میخوای دیکتاتوری آخوندی رو سرنگون کنی؟ دیگه تمومه. طبق همون فتوای امام جلادان باید همه مجاهدین سر موزه نیست و نابود بشن. این مقاله هم کارش دقیقاً همینه. لبه تیز حملش هم روی تشکیلات مجاهدینه. تمام تلاشش اینه که یک تصویر خفن و تاریک از تشکیلات مجاهدین ارائه کنه. اینجا رو داشته باش. در مقابل ساختمان مجاهدین در برلین خیلی شلوغه. ماشینا میرن و میان. تعدادی مرد با سیبیل سیگار میکشن و توی حیاط تلفن میکنن. چقدر مرموز تلفن میکنن؟ فقط مگه توی اون که مقالش نگفته بود که مجاهدین از دنیا قطع هستن و تلفن ندارن؟ پس اینا کیان که تلفن دارن؟ البته خانم هومریش زیاد در قیدبند سوالات ما نیست. تصویر مرموز رو داشته باش. ادامش. هر از چندگاهی زنانی از در شیشه‌ای ویلا بیرون میان و دوباره به داخل خانه برمیگردن و پنهان میشن. بعضی هاشون هم روسری دارن. از در میان بیرون دوباره برمیگردن تو. چقدر عجیب نه؟ نکنه خانم هومریش از پنجره میره بیرون؟ از در آدم یا میره بیرون یا میاد تو دیگه. چه کاری باید انجام بدن؟ آیا این یک اداره است که نفر آخر شبها چراغ را خاموش میکند و همه به خانه میروند، یا هنوز افرادی در این خانه زندگی میکنند و اینجا خانهشان است؟ چه سوال مهمی. آیا تو این خونه شبا میخوابن یا میان جای دیگه میخوابن؟ یعنی از تمام تحولات مربوط به ایران الان مهمترین سوال این کارشناس ایران اینه که توی این ساختمون مجاهدین شب چند نفر میخوابن و شب کی چراغ رو خاموش میکنه؟ انگار که وزارت نیرو قبض برق رو برای این میفرسته. آخه به تو چه ربطی داره؟ حالا اینکه این سوال برای خواننده آلمانی چه مسئله حل میکنه معلوم نیست، ولی برای تروریست هایی که بخوان اونجا شب عملیات انجام بدن شاید نکته مهمی داشته باشه. اساساً موضوع خواب مجاهدین یکی از موضوعات مورد علاقه همه مقالات خانم هومریشه. اصلا شوخی نمی‌کنم ها، این که مجاهدین کجا میخوابن و کی بلند میشن براش خیلی مهمه. مثلا اینجا در مقاله اول 8 نفر در یک اتاق میخوابند و آنها باید بین ساعت 4:30 تا 5 صبح از خواب بیدار بشند. در مقاله دوم تا 10 نفر در یک اتاق میخوابند. مقاله سوم 4 یا 5 نفر در یک اتاق میخوابیدند. اینکه الان توی ایران خونه‌های ملت رو خراب میکنن، چند نفر بی خانمان هستن، چند نفر گورخواب داریم، چند نفر کارتون خواب و اینا برای این خانم کارشناس چیز مهمی نیست. الان مسئله مبرم ایشون اینه که مجاهدین 4 نفر توی یک اتاق میخوابند. البته اگر 4 نفر توی یک اتاق بخوابند نقض حقوق بشر میشه و اینا، بعد نیست خانم هومریش یک نگاهی هم به هتل ها و خونه های جوانان در برلین بندازن، ببین اونجا وضع چطوره. 1 2 3 4 5 6 دل غافل، اینجا رو ببین، 6 تا تخت توی یک اتاق. اینجا کجاست؟ خانه جوانان در همون برلین؟ بازم هست اینا همه 6 نفر، 5 نفر، 4 نفر توی یک اتاق میخوابن.
خوبه خانم هومریش فکر کنم به حال حقوق بشر اینا بکنه. در مورد ساعت رفتن برای خواب و بیدار شدن هم گویا خانم هومریش خیلی رگ حقوق بشریش باد میکنه. مثلا اینجا میخونیم که آنها باید ساعت 7 صبح بیدار می شدند و بعد از صرف صبحانه سر کارشان می رفتند. اینجاست که جیگر آدم کباب میشه. هم صبح زود ساعت 7 بیدار میشن، هم صبحونه میخورن. ارگان‌های حقوق بشری کجان که به این مسئله رسیدگی کنن؟ یا مثلا اینجا جدا شدگان گزارش می کنند که آنها باید صبح تا شب و بین 6 تا 7 روز برای سازمان کار می کردند. قشنگ معلومه که طرف پرتابه. اصلا حالیش نیست که یه فرقی هست بین کار کردن توی کارخونه شیر پاستوریزه با مبارزه کردن توی تشکیلات انقلابی. بابا برای عضو شدن در مجاهدین شرط اولش مبارزه حرفه‌ایه، یعنی تمام وقته. این همون چیزی که رژیم ازش میترسه، این که اینا دارن تمام وقت برای هدف براندازی مبارزه میکنن. آخه اینا که برای امرار معاش نیومدن توی مجاهدین. کسی که جلوی تیر و تبر و هاموی وایساده که برای امرار معاش نیومده توی این مسیر. عجب داستانی داریم با این یکی. یکی دیگه از نگرانی‌های جدی خانم هومریش مغزشویی اعضای مجاهدینه. بارها توی مقالاتش اشاره میکنه که مجاهدین با یک تکنیک‌هایی مغز اعضاشون رو دستکاری میکنن، شستشوی مغزی میدن. یا مثلا اینجا اشاره میکنه که مجاهدین در دهه 1990 تعدادی بچه رو از کلن آلمان قاچاقی بردن عراق و اونها رو با همین تکنیک‌های روانی اونجا نگه داشتن. بله، برای روشن شدن این جفنگ نیاز نیست که خیلی راه خیلی دوری بریم. همین الان شما دارید توی تصویر یکی از همون بچه‌هایی که این ازشون صحبت میکنن رو میبینید. بله، کسی دیگه نیست، منظورم خودم هستم. که کاملا پیداست که مغزشویی شدم و تمام وقت در خدمت شما هستم تا همین برنامه رو درست کنیم. البته برای مغزشویی اینجا ما شیلنگ و سوزن و از این دستگاه عجیبی که تو این فیلم‌های هالیوودی نشون میدن ندیدیم. تنها چیزی که هست درد یک خاک اسیر، یک ملت دردمند و مادران داغدار شهدای راه آزادی است که روز و شب ما رو به هم میدوزه. اگر این اسمش مغزشوییه ما بهش افتخار میکنیم. خانم هومریش هم چون خودش مغزش رو و قلمش رو آکپند در اختیار آخونده گذاشته، نمیتونه فهم کنه که انسان‌هایی هم وجود دارن که میتونن آزادانه انتخاب کنن که تمام وقت و عمر و جونشون رو برای تحقق آرمان آزادی مردمشون بذارن. از اونجایی که خانم هومریش عادت داره که قبل از نوشتن هر مقاله‌اش یه مش اتهام رو تحت عنوان سوال جلوی مجاهدین بذاره و بعد هم برای پاسخ دادن به اونها زمان تعیین کنه، ما هم بدون تعیین زمان چند تا سوال ازش میپرسیم که هر وقت خواست جواب بده. سوالات از قبیل این که خانم هومریش، آیا شما هنوز با کسانی در ایران که به دوائر حکومتی نزدیک باشند ارتباط دارید؟ مثلا با کسی مثل فؤاد ایزدی و تیپ‌های مشابه منظورمه. آیا با ماموران اطلاعات آخوندی تا به حال ملاقات داشتید؟ مثلا تماسی، ایمیلی، چیزی با خدابنده؟ نداشتید تا به حال؟ آیا در مدتی که در ایران بودید نوعی از سرمایه‌گذاری اونجا انجام دادید؟ مثلا ملکی، ثروتی تو ایران دارید یا ندارید؟ خلاصه آیا شما معنی این کلمات رو میدونید؟ فداکاری، از خودگذشتگی، یا نه شرافت خبرنگاری؟ اگر شما پاسخ این سوالات رو دادید، ما میتونیم سوالات بعدی رو از شما بپرسیم، ولی زمانم تعیین نمی‌کنیم. خب با شما تمام. بینندگان عزیز، مدیونید اگر فکر کنید که خانم هومریش برای نوشتن این مطالب پولی از آخوندها گرفته و نوشتن این مقالات برای رضای خدا نبوده. در هر حال تجربه سالیان به ما نشون داده که کسی از رفتن آخوندها میترسه که یا دستش خونیه یا نونش، بقیه‌اش سیاه‌بازیه. وقت بخیر و خدا نگهدار.